اینجا چرخ زندگی با نخ و رنگ و هنر میچرخد. خانم‌های این روستا با بافتن چادر شب که درآمد خونه‌شون و زندگیشون به همین بافت چادر شب ادامه میدن و محتاج کسی دیگر هم نیستن. 2 نفر در حال حاضر دارم واسم میبافن، خودم هم هستم. تقریبا 5 نفر هستن که تو خونه اونا میبافن، من از اونا میخرم میبرم جای دیگه مثلا میفروشم. و حالا تولیدات این روستا نام آن را جهانی کرده است. جهانی شدن قاسم آباد به خاطر چادر شبش بوده. چادر شب از سنت قدیم مردم قاسم آباده که واقعا یه قدمت دیرینه داره. هنوز اینو حفظ شده. چندین سال خانم‌های هنرمند زیادی هستن که اکنون خیلی فعالن. ما تقریبا 600 نفر تو قاسم آباد خودمون بافنده هستیم و ما الان 20 نفرم تقریبا تو کارخانه خلاقیت داریم این کار انجام میدیم. 2 سال پیش شد ملی، بعدش هم جهانیش کردیم با تلاش‌های همکارای عزیز با خودمون. ظروف سفالی نیز دیگر صنایع دستی تولیدی زنان کارآفرین این روستاست. کاری که میکنم، گمشی که درست میکنم، کاربردیش غذاییه. هر غذای تو این درست میشه، غذای خوشمزه میشه، روی شعله مستقیم میشه، لعاب گیاهیه. کار من با دست، ماشین نیست، دستگاهی ندارم، همه با صفر با صد دستشه. وقتی که درست میکنم 1100 درجه حرارت میخوره. بیش از 40% از جمعیت 3000 نفری روستای قاسم آباد چابکسر گیلان به تولید چادر شب و دیگر محصولات صنایع دستی مشغولند. علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما.